با سلام خدمت دوستان گرامی آکادمی فارکس غفاری. امروز در خدمتتون هستیم با تحلیل بیت کوین در تاریخ 18/4/1404 در تایم فریم 15 دقیقه. با توجه به تشکیل نقدینگی در سقف و کف آسیای روز قبل نقدینگی ها رو مشخص میکنیم. یه اوردر بلاک 15 دقیقه در بالای سقف آسیا داریم. اوردر بلاک نقدینگی های زیر کف آسیا رو هم مشخص میکنیم. با رسیدن قیمت به اوردر بلاک ما زیر کف آسیا با تاییدیه و یا اوردر میتونیم یا تیپی 1/3 برای زده شدن سقف آسیا در تایم لندن بگیریم. به ترتیب تارگت های 1 2 و 3 رو مشخص میکنیم. تیپی یکمون همونطور که مشخص میکنیم. تیپی دومون و تارگت سوم سقف آسیا.